سهمگذاری در کارهای آبادانی سازندگی بنیاد انشاء تعیناتش گوناگونро ساکنان نوع سپیتامن رسالت فرزندی و از عملهای نیک و شایسته ارزیابی میکنند. سعدالله اوچیلوف از جمله آن نفران است که از حساب مبلغ‌های برای حج جمع آورده‌اش در کارهای آبادانی بیمارخانه مرکزی ناحیه سهم میگذارد. با تاکید نام برده ساکنان نوع سپیتامن هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را سرمشق کار و زندگی قرار داده با حسی بلند وطندوستی در کارهای سازندگی و بنیادکاری حصه خود را میگذارند، زیرا این عمل اجر و ثواب بیشتر در پی دارد. ما همراه فرزندان مصلحت کردیم که مبلغ‌های برای سفر حج جمع آورده را به کارهای آبادانی بیمارخانه ناحیه صرف کنیم، زیرا چنین عمل ثواب زیاد دارد. بیمارخانه آباد شود، خدمت رسانی طبی باز هم بهتر می‌گردد. بنا با اطلاع مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوع سپیتامن به مانند سعدالله اوچیلوف چندین نفر ساکنان ناحیه مبلغ‌ها برای سفر حج خود را به کارهای آبادانی روانه نمودند که در عموم بیش از 300,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. بنیاد انشاءات مهم، نوسازی شعبه‌ها، بنیاد باغ و گلگشت در بیمارخانه مرکزی ناحیه در سمت بهتر شدن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی مساعدت می‌کند. حالا با سهم چنین شخصان خیرخواه، صاحبکاران و شریکان رشد و با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یک بینای نو و زمانوی برای تشخیص و توبت بیماری‌های دل و رگ ساخته می‌شود و کارهای تعمیر و نوسازی در شعبه‌های تولد، بیماری‌های کودکانه و شعبه جراحی با مرام ادامه دارد. امروز در بیمارخانه مرکزی ناحیه سپیتامن تعمیرها رفته ایستاده است. تعمیرهای شعبه‌های جراحی، شعبه تولدخانه، بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و گلگشت کردن گرد و اطراف بیمارخانه رفته ایستاده است. از جمله شخصانی که امروز عزم سفر حج کرده ایستادند، یاری عملی خود را رسانیده ایستادند. در ناحیه سپیتامن بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. مشاهده می‌شود که سالهای اخیر صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه و ساکنان ناحیه در پیروی به تشبس‌های سازنده حکومت مملکت با بنیاد انشاءات جشنی و تطبیق هدف‌های سازنده در آبادی دیار خود سهم ارزنده می‌گذارند. ساکنان چنین می‌شمارند که صلح و ثبات و وحدت و همدلی مهمترین دستاورد به شمار رفته برای رشد تمام سمت و ساحه‌ها و زندگی آرام و آسوده مردم زمینه فراهم آورد. گرامی داشتن این نعمت‌های بی‌نظیر و سهمگذاری در پیشرفت و شکوفایی وطن قرض شهروندی و مسئولیت فرزندی هر یک شخص وطن دوست به حساب می‌رود.